نمایش مجموعه اعداد گویا. تو فصل قبل یاد گرفتیم اولین عدد گویای بزرگتر از هر عدد گویا مشخص نیست. یعنی من نمیتونم بگم که روی محور اعداد گویا بعد از 1/2 چه عددیه. هر عددی در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید که بگیم بعد از 1/2 3/4 باشه، باز هم بینشون یه عددی وجود داره. اینجا اگر شما عدد اینجا رو بنویسید، مثلا با روش میانگین گرفتن یا یکسان کردن مخرج‌ها، مخرج مشترک، اینجا یه عدد بنویسی باز هم یه عدد دیگه اینجا هست و این روند تموم نمیشه. یعنی ما اصلا نمیتونیم بگیم که بعد از 1/2 چه عددی هست و نتیجه گیری کردیم بین هر دو عدد گویا بیشمار عدد گویا وجود داره. پس نمیتونیم مجموعه اعداد گویا رو با اعضاش نمایش بدیم، چون نمیدونیم بعد از هر عدد گویا دقیقاً چه عددی وجود داره که بخوایم بنویسیمشون. مثل اعداد صحیح نمیتونیم عضوها رو بنویسیم. تو اعداد صحیح من میدونم که بعد از 1 2، بعد از 2 3 هست، ولی اینجا نمیدونم. پس ناچار شدیم که مجموعه اعداد گویا رو به صورت نمادین نشون بدیم که صحبت کردیم به این صورت هست. یه بار بخونیمش جهت یادآوری. گفتیم اعداد گویا رو با حرف کیو نشون میدیم. کیو مساویه با مجموعه A بیوم یک کسره که صورت A مخرج B، به طوری که این A و B جفتشون اعداد صحیح هستن و شرط مهم این که مخرج نباید 0 باشه، تعریف نشده. حالا با این تعریفی که از اعداد گویا داریم، سوال 4 از ما خواسته که دور اعداد گویا رو خط بکشیم. از سمت چپ شروع کنیم. -3 به روی -11 به اضافه 11. چون مخرج 0 میشه پس این عدد تعریف شده نیست، پس عدد گویا هم نیست. میریم سراغ بعدی. -5/4 این عدد گویاه. رادیکال 36/9، رادیکال 36 میشه رادیکال 9 هم میشه 3. یک کسره که صورت عدد صحیح، مخرج هم عدد صحیح، پس این عدد گویا هست. عدد اعشاری با عدد صحیح فرق میکنه. بله، عدد اعشاری یه عدد گویاه ولی عدد صحیح اعشار نداره، خورده نداره، اسمش روشه دیگه، عدد صحیح کامله. بعدی رادیکال 7/3. این رادیکال 7 آیا عدد صحیحه؟ خیر، عدد صحیح نیست. پس این شرط رو نداره که یک کسر باشه که صورتش عدد صحیح باشه و مخرج هم عدد صحیح. پس این عدد گویا نیست چون صورتش صحیح نیست. تقسیم بر 2 نه، رادیکال که تقسیم بر 2 نمیشه. بعدی منفی رادیکال 5. ببین من میتونم برای این یه مخرج 1 بذارم اما صورت صحیح نیست، پس اینم عدد گویا نمیشه. -3.2 اینو میتونم به صورت کسری بنویسم، مینویسم -32 صورت عدد صحیح، مخرج هم عدد صحیح، پس عدد گویا هست.
رادیکال 3 به روی رادیکال 2. رادیکال 3 صحیح نیست، رادیکال 2 هم صحیح نیست، پس این عدد گویا نیست. بعدی 7 به توان 2 توی صورت میشه 49 منهای 2 به توان 3 میشه 8 ضرب در 3 به توان 2 میشه 9. برای محاسبهش اولویت با ضرب 8 9 تا میشه 72 تا، یعنی میشه 49 منهای 72. 49 منهای 72 چقدر میشه؟ منفی 23. مخرجش هم که 10. پس این عدد گویا هست چون صورتش صحیحه، مخرجش هم صحیحه. اشار گویا نیست. چرا؟ خب رادیکال منفی رادیکال 5 اشار نمیشه. یکم صبر کن، در مورد این رادیکال 5 بیشتر صحبت میکنیم. سوالتو نگه دار، یکم جلوتر بهش میرسیم. سوال 5 میگه درستی و نادرستی هر عبارت رو مشخص کنید. الف، هر عدد صحیح یک عدد گویا است. درست. بله. ولی برعکسش الزاماً درست نیست. میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه. چی؟ خودت گفتی، خودت هم میپرسی چرا؟ مثال میزنم. من یه عدد گویا مثال میزنم، مثلا 2/3. این گویاه. آیا صحیح هست؟ نه. ولی یکی دیگه مثال بزنم، منفی 4/1. این عدد گویاه، صحیح هم هست، حاصلش میشه منفی 4. بله. اگه برای مثال اگه منفی 3 رادیکال 3 باشه، همون رادیکال 3 منفی باشه، رادیکال رو یکم نگه دار. در مورد رادیکال خیلی میخوایم صحبت کنیم. این سوال رو نگه دار. ب میگه عدد 0 عددی گویا نیست، زیرا ز جا افتاده، زیرا نمیتوان آن را به صورت یک کسر نشان داد. چرا غلطه؟ مثلا یک کاسه دارم چند قسمت تقسیم کنیم چی دارم حرف درسته ولی جواب این نیست. ببین میگه 0 گویا نیست. چرا؟ میگه نمیتونیم به صورت یک کسر نشونش بدیم. چرا نمیتونیم؟ یه مخرج 1 میتونم براش بذارم. من هر عددی داشته باشم میتونم بهش مخرج 1 بدم، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. اگر 0 تو اگر 0 تو مخرج باشه اشکال ایجاد میکنه، تو صورت مشکلی نداره. اگه جای نیست بود مثلا مخالف بده نیست بود نمیشه. 0 عدد گویا است. بله اون موضوع درست. پس این عدد 0 عددی گویا نیست، اشتباهه. 0 گویا هست. خب موضوع بعدی مقایسه کسرها هست که شما این مقایسه کسرها رو از دبستان داشتید، کلاس 8 هم مقایسه کسرها رو داشتیم. برای مقایسه کسرها روش‌های مختلفی وجود داره. 3 تا روش رو اینجا با هم دیگه در موردشون صحبت میکنیم. روش اول هم مخرج کردن کسرها هست. میگه که برای اینکه شما چند تا کسر رو با هم مقایسه کنید، یکی از ایده ها اینه که مخرج ها رو یکسان کنید، بعد در مورد صورت ها تحلیل و بررسی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی وقتی مخرج ها یکی شد، اون موقع کسری بزرگتره که صورت بزرگتر داشته باشه، کسری کوچیک‌تره که صورت کوچیک‌تر داشته باشه. نگاه کنید 3 تا کسر داریم اینجا، میخوایم با هم مقایسه شون کنیم.
منفی 7 سوم، ببخشید منفی 3 هفتم، منفی 1 دوم، منفی 3 چهارم. میخوایم اینا رو با هم مقایسه کنیم. مخرج‌ها 7 2 4. مخرج مشترک 7 و 2 و 4 میشه 28. این 7 رو بخوام به 28 تبدیل کنم باید در 4 ضرب بشه. صورتش رو هم در 4 ضرب کردیم. این 2 مخرجه میخواد بشه 28، باید در 14 ضرب بشه. صورت رو هم در 14 ضرب کردیم، شده منفی 14. این 4 هم بخواد بشه 28 باید در 7 ضرب بشه. صورت در 7 ضرب شده منفی 21. حالا مقایسه کردن بین اینها دیگه خیلی راحته، چون مخرج‌ها یکسانه. کسری بزرگتری که صورت بزرگتر داشته باشه. بین صورت‌ها کدوم از همه بزرگتره؟ منفی 12. پس منفی 12 28 از همه بزرگتره. بعدش منفی 14 28 و کوچکتر از همه میشه منفی 21 28. یه ایده خیلی ساده که از دبستان هم بلد بودید. روش دوم نمایش اعشاری کسرها است که من این روش رو نوشتم چون کتاب در موردش صحبت کرده. فقط میخواستم به عنوان یه ایده ازش استفاده کنید. چون ماشین حساب تو امتحان ممنوعه، پس این روش عملا به دردتون نمیخوره. میگه که شما میتونید هر کسر رو توی ماشین حساب بزنید، بهتون عدد اعشاری بده و عدد اعشاری رو مقایسه کنید. خب 5 هفتم تو ماشین حساب میشه 5 تقسیم بر 7 دیگه. میگه جوابش تقریبا میشه 71 صدم. 9 تقسیم بر 13 میشه 69 صدم و 3 تقسیم بر 4 تقریبا میشه 75 صدم. اینا رو میتونی با هم دیگه مقایسه کنید. خیلی آسونه ولی نیاز به ماشین حساب داره. تو امتحانم که ماشین حساب ممنوعه. پس میریم سراغ روش سوم که یه روش سریع و راحته که باز اینو هم از دبستان بلد بودید. روش سوم طرفین وسطینه که شما توی دبستان بهش میگفتید ضرب پروانه‌ای. یعنی چی؟ یعنی من اگر میخوام بین این دو کسر مقایسه انجام بدم 6 رو ضرب میکنم در 7، 6 هفتا 42 تا. 9 رو ضرب میکنم در 5، کدوم بزرگتره؟ 45. پس این برم 5 شیشم بزرگتر میشه. بله. میام برای طرف وسط این سه تا کسر داره چیه رو انجام بدیم؟ باید دو تا مقایسه‌شون کنیم. آقا بخشید یه همون ستایی باید میشه. من خوابت میاد؟ دیشب نخوابیدی؟ خب این دوتا رو مقایسه کنیم. 2 سوم 3 چهارم. 3 ضرب در 3 میشه 4 و 2 هم در هم ضرب میشن. 9 بزرگتره پس 3 چهارم بزرگتر میشه. سوال 6 گفته در هر بخش اعداد گویا را از کوچیک به بزرگ بنویسید. نگاه کنید شما برای حل این سوال 2 تا کار میتونی انجام بدی. یا بیای دو تا این کسرها رو با هم مقایسه کنی، بزرگترین و کوچکترین رو پیدا کنی و کم کم تکمیل بشه اینکه کدوم کوچیک‌تره کدوم بزرگتره و ترتیبشون. یا مخرج‌ها رو یکسان کنید، مخرج مشترک بگیرید. هر دو تا روش رو هر دو تا روش رو میتونید انجام بدید. شما شروع کنید به حل کردن هر روشی رو هم که دوست دارید استفاده کنید. از هر روشی که بخوایم میتونیم برای این سوال استفاده کنیم، ولی هم مخرج کردن کسرها روش بهتریه که وقتی تعداد کسرهامون زیاده. مخرجایی که داریم 4،
5 3 و 6. مخرج مشترک رو چند بگیریم؟ 60. باید جمع میکردی اگه پایین رو من تقسیم یه چیزی میکردم بعد مشخص بود همشون به چی بخش بده. بعد اگه یادت اومد بیا بپرسه، وقتی دقیق نمیدونی چی بوده من هم نمیتونم به جواب بدم. ببینید 4 شده 60، یعنی ضرب در 15 ضرب در 15 شده، پس 3 هم ضرب در 15 میشه 45. 5 شده 60 ضرب در 12 شده، صورتش هم ضرب در 12 میشه. 3 ضرب در 20 شده 60، صورتش هم ضرب در 20 میشه. این 6 ضرب در 10 شده، صورتش هم ضرب در 10 میشه 50. الان دیگه تشخیص دادن که کدوم از همه کوچیک‌تره خیلی راحته دیگه. نگاه کنید، اونی که منفیه طبیعتا از همه کوچیک‌تره، پس منفی 40 60م، بعدش میشه 12 60م، بعدش میشه 45 60م و در نهایت میشه 50 60م. آقا یه لحظه به صورت آقا طرف وسط نه آقا طرف این وسط هم کاری نداره. نگاه کن، سوال بعدی. من اگر بخوام این سوال رو با طرف این وسط این حل کنم میگم که منفی 2/3 که چون منفی از همه کوچیک‌تره اصلا جداش میکنم، این دیگه نیازی به بررسی نداره. این از همه کوچیک‌تره چون منفیه، این اصلا میذارمش کنار. بین بقیه این 3/4 و 1/5، اینجا 3/4 و 1/5 رو با هم مقایسه کنیم. 3 5 تا اینجا میشه 15، 4 1 اینجا میشه 4. 15 بزرگتره، پس 3/4 بزرگتره. یه بار دیگه میام 3/4 رو با 5 6 مقایسه میکنم. 1/5 رو بار مقایسه کردم، 1/5 کوچیکتر از 3/4 بود. الان من فهمیدم بین این دوتا 3/4 بزرگتره. خب آره، مثل مسابقات حذفی فوتبال هست، دو تا تیم بازی میکنن، یه تیم حذف میشه یه تیم میره بالا، اینم همین جوریه. 3/4 و 5 6، این ور 4 5 تا اینجا میشه 20، 3 6 تا این ور میشه 18. خب 20 بزرگتره، پس 5 6 بزرگتر شد. 5 6 میاد اینجا قرار میگیره، بزرگتر از همه است. دو تا عدد دیگه مونده که وسط باید قرار بگیرن، درسته؟ بین چی و چی باید انتخاب کنم الان؟ بین 1/5 و 3/4 که مقایسهشون کردم، کدوم بزرگتر بود؟ 3/4. پس اینجا می نویسمش، 1/5 هم اینجا می نویسم. بله راحل اینجوری بود که منفی اول نوشتم، بله 1/5 تو مخرج بزرگتره، کوچیکه، درسته؟ بعدشم 3/4 با 5 چون مخرج بزرگتره که مونده به 6. بله این روش خوبه، بله این روش خیلی خوبیه، خودم کشف کردم. ولی این روشیه که فقط باید معنایی باشی بتونی انجام بدی، بقیه نمیتونن. خب قسمت ب، قسمت ب ببینید یه 3/8 داریم، یه 7/12 داریم، یه منفی 5 6 داریم که این میشه 5 6 سادهش کنیم. این عدد ساده کنیم میشه چند؟ منفی با منفی میره، رادیکال 25 میشه 5، رادیکال 64 میشه 8. پس الان اعداد کسری که ما داریم 3/8، 7/12، 5 6 و 5 8.
48 میشه مخرج مشترک. 24 هم میتونیم، فرق نمیکنه. اگه شما 48 رو بگیری عددت بزرگتر میشه، 24 ساده تره، پس 24 رو بگیریم. میگیم که این 8 3 برابر شده 24، صورتش هم 3 برابر میشه. این 12 2 برابر شده، صورتش هم 2 برابر میشه. این 6 4 برابر شده، صورتش هم 4 برابر میشه. این 8 3 برابر شده، صورتش هم 3 برابر میشه. اونم میشه، هر کدوم تو راحت تری میتونی انجام بدی. از همه کوچیکتر این 9 24 که چی بود؟ این 3 8 بود. بعدش 14 24 که اون 7 12 بود. بعدش 15 24 که همون 5 8 بود. و بزرگتر از همه این 20 24 که چی بود؟ 5 6 بود. بزرگتر همش که آقا میشونه با 7 12 آقا بهتر درسته 72 بهتر بود. آقا فکر نمیخوای امتحان نه مگه میشه؟ مثلا این کلاهی که علی آشرا منفیشو حذف کردیم. آقا اینجا ما دو سال 38 تا با 7 12 ما اینجا 12 سه تا شد 26 تا 8 تا 56 تا این دو تا هم با هم دیگه 8 5 تا 40 تا 6 5 تا 30 تا بعد اون این بزرگتر. با این بزرگتر دیگه. حالا باید این دوتا رو هم مقایسه کنی دیگه. بین این دوتا هم این بزرگتره. بین 7 خب بریم سراغ موضوع بعدی، نمایش اعشاری کسرها. دقت کنید از اینجا دیگه مطالب جدید میشه و چیزای جدیدی رو قراره یاد بگیریم. نمایش اعشاری کسرها. اگر من یک کسر داشته باشم، مثلا 7 تقسیم بر 5 فرض کنید، من اینو تو ماشین حساب بزنم بهم یه عدد اعشاری میده. به این میگن نمایش اعشاری اون کسر، یعنی ما اون تقسیمه رو انجامش بدیم. میگه به طور کلی نمایش اعشاری کسرها به دو شکل مختوم و متناوبه. در موردش صحبت میکنیم که چی هستن. نمایش اعشاری کسرها مختوم یا متناوب هست که این نمایش اعشاری متناوب خودش دو نوع داره، ساده و مرکب. ببینید اگر من یک تقسیم چکشی رو انجام بدم یا بزنم توی ماشین حساب مثل این 7 پنجم رو یا هر کسر دیگه ای رو تقسیم کنم و اون تقسیم تموم بشه، بهش میگیم که نمایش مختوم داره. ولی اگر این تقسیمه تموم نشه و شما تو یک چرخه بی پایان برای تقسیم بیفتی، اون میشه متناوب. من مثال بزنم. اگر من این 7 رو تقسیم بر 5 کنم میشه 7 تقسیم بر 5، اینجا میشه 1 ممیز 4، باقی ماندهش هم 0 میشه، یعنی این تقسیمه تمام شده، مختوم هست. اگر فرض کنید 7 رو من تقسیم کنم به 3،
7 تقسیم بر 3 اینجا 2 میذارم، 2 3 تا 6 تا، یکی باقی میاره، این یکی 0 میذارم جلوش، ممیز میذارم، 3 میذارم، 3 3 تا 9 تا، یکی باقی مانده میاره، 0 میذارم، باز اینجا 3 میشه، 3 3 تا 9 تا 9 میذارم، یک باقی مانده، 0 میذارم و این 3 ها همینطور ادامه دارن و تمام نمیشه. مختوم نیست، یعنی ارقام اعشاریش خاتمه پیدا نمیکنه. مختوم نیست، خاتمه پیدا نمیکنه. پس نمودار کلی شکلشون اینطوریه: نمایش اعشاری کسرها دو حالته، یا مختومه یا متناوبه. اگه متناوب باشه دو حالت داره، ساده و مرکب، که در موردشون صحبت میکنیم. بفرمایید. آقا مختوم باید تو چند اعشار حساب بکن بگی بهش مختومه؟ صحبت میکنم در مورد، یکم صبر کن مطلب برات روشن میشه، همه توضیحاتی که بدم. سوالاتتون رو نگه دارید، همه توضیحاتی که بهتون بدم سوالاتتون حل میشه. بعد اگر سوالی باقی موند اون موقع جواب میدم. کسرها با نمایش اعشاری مختوم. میگه نمایش بعضی از کسرها مثل این 3/4 میشه 75 که بهش میگن متناهی یا مختوم. یعنی چی؟ یعنی ارقام اعشاری آنها مشخص هستن و به انتها میرسن. انتها داره، یه جایی ختم میشه. آفرین. بریم سراغ نمایش اعشاری متناوب. مثلا توی 3/4 75 از دو رقم اعشار بیشتر میشه دیگه. آره دیگه تمامه دیگه. تقسیم تو به باقی مانده 0 میرسی و تقسیم تمام میشه. اما کسرها با نمایش اعشاری متناوب، در نمایش اعشاری برخی از کسرها ارقام اعشاری به طور متناوب تکرار میشن و انتهایی ندارن. برای نمایش اعداد اعشاری متناوب بالای ارقام تکرار شوندشون که بهش دوره تناوب یا دوره گردش میگیم یه خط میکشیم. یه سوال: متناوب یعنی چی؟ یعنی دارای تناوب. خود کلمه تناوب چه معنایی داره؟ نه آقا ما بودم یعنی سوال جواب زیادی داره. نه آقا نمیدونیم هر پدیده‌ای، هر چیزی که تکرار میشه متناوبه یا تناوب داره. مثل روزهای هفته: شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه برمیگرده از اول شنبه، یک شنبه، دوشنبه و این چرخه هیچ پایانی نداره. لطفا صحبت نکن، گوش کن. مثل فصلهای یک سال: بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره برمیگرده از اول. یک نظم تکرار شونده است، یک چرخه تکرار شونده است، منظمه، به هم نمیخوره. یعنی اینجوری نیست که یه سال بعد از بهار پاییز بشه و بعد تابستان و بعد زمستان. این نظمه، این چرخه به هم نمیخوره. این همیشه اینطوری ادامه داره، تموم هم نمیشه. به این
چرخه منظم تکراری میگن دوره تناوب یا دوره گردش. دوره تناوب یا دوره گردش. میگه که اگر یه عددی داشتیم اعداد تکراری داشتن، اعداد ارقام اعشاری تکراری داشتن، به جای اینکه بخوای این ارقام اعشاری که تکراری هستن و هی بنویسی تا ابد، یه خلاصه نویسی انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر داشته باشیم 2 تقسیم بر 3 که شما این تقسیم رو انجام میدیم میشه 6 6 6 و این ادامه داره. میگه به جای اینکه این همه 6 بنویسیم، یه دونه 6 مینویسیم، بالاش یه خط کوچیک، یه خط تیره میذاریم. هر کس این خط تیره رو میبینه متوجه میشه که ما چی داریم؟ ما یک دوره گردش داریم، یه دوره تناوب داریم. این عدد متناوبه و تمام نمیشه. مثلا من اون بالا رو میتونم بنویسم 2 - 3 بالای 3 یه خط میذارم، یعنی این 3 همینجور تکرار میشه. کی تموم میشه؟ هیچ وقت، تا ابد ادامه داره. دوره تناوبی چرا دیگه؟ دوره تناوب یا دوره گردشش 3 هست، یعنی این 3 که هی داره تکرار میشه. بچه‌ها امیرعلی گفت الگوشو می‌نویسیم. حواستون باشه این الگو نیستا، این نظم تکرار شونده است. نظم تکرار شونده با الگو متفاوته. نظم تکرار شونده با الگو متفاوته. یکم بریم جلوتر تفاوتاشون رو متوجه میشی و تو سوالات داریم این چیزی که پرسیدیم. یا مثلا نگاه کنید، اگر شما 52 رو به 165 تقسیم کنید، تو ماشین حساب بزنید یه همچین عددی میشه. اگر دقت کنید شما تقسیم رو که انجام میدید ممیز 3، بعد میشه 15 15 15. چی به عنوان یک نظم تکرار شونده است اینجا؟ 15 که داره تکرار میشه. 3 فقط یه بار اومده ها. 15 که داره تکرار میشه. پس این 15 چیه؟ دوره تناوب یا دوره گردش ما هست و ما فقط بالای 15 یه خط میذاریم. این خط بالای 3 نرفته ها، 3 یک باره. 15 که داره تکرار میشه و تا ابد ادامه داره. بله، اون چیزی که تا بی نهایت تکرار میشه و بی پایان هست رو بالاش یه خط میذاریم. خب حالا الان ما اعداد اعشاری مختوم و اعداد اعشاری متناوب رو یاد گرفتیم. مختوم اونه که ارقام اعشاریش تموم میشه، بالاخره 1 2 تا 3 تا 100 تا 1000 تا 1,000,000 رقم اعشار داره ولی یه جایی تمام میشه. اما تو یک سری از تقسیم ها این ارقام اعشاری پایانی ندارن، بی پایان هستن، بی انتها هستن. ذاتشون اونطوریه دیگه، ذاتشون بی پایان. یه تقسیمی ادامه داره، تقسیمیه که تمام نمیشه. حالا بله مهراد در آینده نه چندان دور این مسئله رو حل میکنم، منتظر باشید. خب حالا چی رو میخوایم صحبت کنیم؟ میخوایم بگیم آقا
ما الان اعداد اعشاری متناوب رو یاد گرفتیم. متناوب ساده چیه؟ متناوب مرکب چیه؟ اگر خوب دقت کنید، اگر در نمایش اعشاری کسر بلا فاصله پس از ممیز دوره گردش شروع بشه، همون دوره تناوب، اگه بلا فاصله بعد از ممیز دوره تناوب شروع بشه، میگیم این عدد متناوب ساده است اگر بلا فاصله بعد از ممیز شروع بشه. مثل 5 تقسیم بر 11 یا 10. اینجا 5/11 مثال زده شده. اگر 5 رو به 11 تقسیم کنی میشه ممیز 45 45 45 45 تا بی نهایت. پس بلا فاصله بعد از ممیز دوره تناوب شروع شده، به این میگن متناوب ساده. اگر در نمایش اعشاری کسر پس از ممیز یک یا چند رقم بدون دوره گردش باشه و بعد از اون دوره گردش شروع بشه، میگیم نمایش اعشاری متناوب مرکب داره. مثل چی؟ 13 تقسیم بر 6. اگر شما این تقسیم رو انجام بدی میشه 2 ممیز 1 بعد 6 و تا ابد این 6 ادامه داره. یعنی بلافاصله بعد از ممیز دوره گردش شروع نمیشه، یه دونه 1 داریم و بعدش دوره گردش شروع شده. اینجا بله با توجه به این چیزایی که گفتیم، پس این میشه متناوب ساده و این میشه متناوب مرکب. کسی هست سوال داشته باشه؟ بله بگو. میشه یه چند تا سوال از متناوب ساده متناوب. آره سوال داریم، نگران نباش. اجازه؟ بله. میشه اونجا خطی که میذاری یعنی داره تکرار میشه، مثلا از اونجا 16 رو 6 گذاشته میشه روی 1 باشه؟ نه دیگه، وقتی تو روی 1 هم میذاری، بچه ها نگاه کنید چه سوالی میپرسه. من که هم زوم کنم روی این قسمت. ببینید میگه که آیا این خطه میتونه روی این 1 هم باشه؟ نه فقط روی 1 باشه. یعنی 1 تکرار بشه، اون شیشه جلوش باشه. آها، این شیشه نداشته باشه، فقط این 1. نه، چنین چیزی نداریم. نه، چنین اتفاقی نمیفته. چنین اتفاقی نمیفته. پس اینجا فقط روی 6 هست. آره نمیشه، منطقی نیست. خب یه سوالی پیش میاد که آقا من الان یاد گرفتم عدد مختوم چیه، متناوب ساده چیه، متناوب مرکب چیه. اگر تو امتحان یک کسر به من داده شد، از من پرسیدن که نمایش اعشاریش چجوریه، یعنی اگر تقسیمش رو انجام بدیم چی کار کنم؟ من که تو امتحان نمیتونم 52 رو به 165 تقسیم کنم، تقسیمش کار سختیه.
ماشین حسابم که مجاز نیست، اجازه ندارم استفاده کنم. پس میخوایم یه روشی یاد بگیریم که نوع اعشاری کسر رو تشخیص بدیم بدون اینکه تقسیم انجام بدیم، فقط با نگاه کردن بهش. خیلی هم روش ساده ای. دقت کنید. دقت کنید. میگه برای این کار ابتدا کسر رو تا حد ممکن ساده میکنیم، تا جایی که بتونیم اون کسر رو ساده میکنیم. بعد که ساده کردیم مخرجش رو تجزیه میکنیم. فقط مخرج ها، اصلا کاری به صورت نداریم، صورت اهمیتی نداره. در مرحله اول سادهش میکنیم اگه ساده بشه. بعضی وقتا ممکنه که اصلا ساده نشه. اگر میشه ساده میکنیم، تا حد ممکن ساده میکنیم. تو مرحله دوم مخرجش رو بر میداریم تجزیه میکنیم، همون تجزیه درختی. یکی از این سه حالت اتفاق میفته. حالت اول اینه که دقت کنید، همه لطفاً کسی چیزی ننویسه، دقت کنید. حالت اول اینه که در تجزیه مخرج کسر، یعنی مخرجی که برداشتیم تجزیه کردیم، فقط عامل اول 2 یا 5 یا هر دو باشن. یعنی تجزیه کردیم مخرج رو، فقط دارم 2 میبینم یا فقط 5 میبینم یا هر دوشو میبینم. اگر این حالت اتفاق افتاد میگم نمایش اعشاریش مختومه. کسرم رو ساده کردم، مخرجش رو برداشتم تجزیه کردم، تجزیه درختی. بعد میگم به اون تجزیه نگاه میکنم، اگه فقط 2 دارم میبینم یا فقط 5 میبینم یا هر دوتا رو دارم میبینم، بدون انجام تقسیم میگم این مختومه. مثال بزنم. 7/40 رو به من میدن. آیا این کسر ساده میشه؟ نه، نمیتونم سادهش کنم. 7 و 40 قابل ساده کردن نیستن. پس مرحله اول رد میشه. میام سراغ تجزیه کردن مخرج. 40 رو بر میدارم، تجزیه میکنم. 4 10 تا، 4 میشه 2 2، 10 هم که میشه 2 5. نگاه میکنم به عامل های اول، دارم 2 میبینم و 5. پس بدون انجام این تقسیم میگم نمایشش مختومه. بریم سراغ حالت دوم. کسرم رو ساده کردم، مخرج رو برداشتم تجزیه کردم و این حالت اتفاق افتاده. یعنی در تجزیه مخرج عامل‌های غیر از 2 و 5 دارم میبینم. مثلا 3 میبینم، 7 میبینم، 11 میبینم، 13 میبینم. 2 و 5 اصلا وجود نداره. در اون صورت نمایشش متناوب ساده است. مثال بزنم. چهار 182. میگم که اول بیام کسرم رو ساده کنم، میبینم صورت و مخرج به 2 قابل ساده شدن هستن، میشه 2/91. حالا که دیگه ساده کردنم تموم شد مرحله اول، میرم سراغ
مرحله 2 یعنی تجزیه کردن مخرج. 91 رو تجزیه میکنم میشه 7 و 13. میبینم که توی تجزیه‌ای که انجام دادم 2 و 5 نیست، چیزایی به غیر از 2 و 5. میگم چون هیچی بجز یعنی در واقع چیزایی که دارم میبینم بجز 2 و 5، 2 و 5 رو نمیبینم اصلا، متناوب ساده است. صورت مهم نیست. نگاه کن اینجا رو، تو مرحله 2 میگه مخرج رو تجزیه میکنیم، صورت اهمیتی نداره. برای کلا توی مسئله. بله، بعد از اینکه ساده کردی دیگه صورت اهمیتی نداره، حتما باید ساده کنید. بله. حتی یکی هم باشه میشه متناوب ساده. بله، مهم اینه که شما 2 و 5 نبینی، اینکه چی میبینی دیگه اهمیتی نداره، فقط 2 و 5 نباشه. بله مستقیم بریم برای تجزیه اشتباه. بله، جواب اشتباه در میاد. میریم سراغ حالت سوم. اینجا رو من پاک کنم. حالت سوم میگه اومدی کسرتو ساده کردی، مخرج رو برداشتی تجزیه کردی، در تجزیه مخرج علاوه بر 2 و یا 5 چیزای دیگه ای هم میبینی. اگر علاوه بر 2 و یا 5 یه چیزای دیگه ای هم باشه، اون موقع میشه متناوب مرکب. یه مثال بزنم. دو دوازدهم. در قدم اول باید سادهش کنم، میشه 1/6. حالا که ساده کردم 6 مخرج رو بر میدارم تجزیه میکنم، میشه 2/3 علاوه بر 2 و یا 5 که من اینجا فقط 2 رو دارم، 3 هم هست، یه چیز دیگه هم دارم میبینم، پس متناوب مرکب هست. پس متناوب مرکب هست. پس تشخیصش کار سختی نیست. کسرمون رو ساده میکنیم، بعد مخرج رو به عاملهای اولش تجزیه میکنیم، یکی از این سه حالت اتفاق میفته، راه دیگه هم وجود نداره. یا فقط 2 یا 5 رو میبینم یا جفتشو که میشه مختوم، یا اصلا 2 و 5 نمیبینم که میشه متناوب ساده، یا آره، یا حالت سوم که اتفاق میفته اینه 2 و یا 5 رو میبینم و یه چیزایی دیگه. آره. اگه مخرج اصلا کلا ساده نشه نه مدرک نشه. ببین نگاه کن، مخرج ساده نشه یعنی ساده نشه تجزیه نشه، درستش اینه. اگه مخرج تجزیه نشه یعنی عدد اوله، درسته؟ مثال من برات میزنم، مثلا 5/7 این اصلا ساده نمیشه، بعد تو مخرجش رو که بخوای برداری 7 که اصلا تجزیه نمیشه. حالا خود 7 تو کدومی که از این دسته ها قرار میگیره؟ مگه نه یه چیزی به غیر از 2 و 5؟ پس متناوب ساده است. سوال؟ سوال 7 رو جواب بدید بر اساس این چیزی که اینجا خوندیم. هر کدوم رو بررسی کنید و جوابی که به نظرتون درسته بنویسید تا با هم دیگه حلش کنیم. مورد الف 9/25 هست. اینو که من نمیتونم ساده کنم. اگر 25 رو تجزیه کنیم فقط 5 داره دیگه، پس مختومه.
8 15. باز این هم ساده نمیشه. 15 رو من تجزیه کنم میشه 3 و 5. علاوه بر 5 دارم یه چیزای دیگه هم میبینم، پس میشه متناوب مرکب. متناوب مرکب. 36 12. من اگر اینو ساده کنم میشه 3. 3 مختومه یا متناوبه؟ مختومه. 3 مختومه یعنی چی؟ یعنی ارقام اعشاریش تمام میشه. مگه ارقام اعشاریش نمیشه ممیز 0 بخوام اعشاری بنویسمش؟ پس ارقام اعشاریش تمام میشه. 40 56. اینو میتونم سادهش کنم به چند سادهش کنم؟ به 8. به 8 ساده کنم 40 میشه 5. به 8 ساده کنم میشه 7. این متناوب ساده است چون 7 یه چیزیه به غیر از 2 و 5. 2 و 5 نداره. قرار شد وقتی 2 و 5 نداشته باشه، یعنی واسه همش وقتی تو مخرجمون تو تجزیهش 2 و 5 نباشه چیزای دیگه داشته باشیم. الان 7 داریم دیگه، پس میشه متناوب ساده. اگه داشتیم متناوب مرکب میشه. اگه مثلا 2 هم داشتیم میشد متناوب مرکب. قسمت بعدی 7 50. این که ساده نمیشه. این که ساده نمیشه. 50 رو تجزیه کنم میشه 5 دهم. 10 هم میشه 2 و 5. بچه ها تو تجزیهش فقط 52 هست، پس این مختومه. مورد بعدی 19 60. این هم ساده نمیشه. 60 رو برمیدارم تجزیه میکنم. تجزیهش 6 10 تا. 6 میشه 2 3 تا. 10 هم میشه 2 5 تا. بچه ها علاوه بر 2 و 5 نگاه کن، علاوه بر 2 و 5 یه چیز دیگه هم دارم میبینم، مرکبه. پس این متناوب مرکب میشه. دوازده پنجم رو میتونم ساده کنم. بله به 3 ساده میکنم میشه 4 پنجم. مرکب میشه. 5 5 یکی 5 یک میشه. مختومه. مختوم. این 5 تو درختی هم 5 میکنه. 5 تو تجزیه درختی خود 5 دیگه. 75% آقا 75%. چجوری 5 رو تجزیه میکنی؟ 5 خودش عدد اوله، تو چجوری تجزیهش میکنی؟ بچه لطفا یه لحظه. خب میریم سراغ آخری 11 33. اگه سادهش کنم میشه 1 3. این میشه متناوب ساده. آقا اونایی که ساده میشن متناوب ساده میشن، اونایی که 2 5 دارن متناوب ساده، اونایی که 2 نه ببین یه بار دیگه نگاه کن اینجا رو، همه نگاه کنید. اگه فقط 2 یا 5 بود مختوم، اگه غیر از 2 و 5 بود ساده، متناوب ساده میشه. اگه 2 و 5 بود چیزای دیگه هم بود میشه متناوب مرکب. مختوم از 2 5 مختوم فقط 2 یا 5. اگه نمیشه مثلا 19. بله مثلا برای مفهوم داخل که آنش مفهوم آقا اینجا عامل داره 2 5 آقا نمیشه. نه نگاه کن 36 12 مگه نمیشه 3؟
3 چند تا رقم اعشار داره؟ مختومه طبق تعریف اولی. 3 عدد 3 عدد صحیح 3 رقم اعشار داره؟ نه. پس ارقام اعشاری بیشمار نداره که متناوب باشه، پس مختوم هست. خب خسته نباشید برای این جلسه تا جلسه آینده.